الله میگه پیغمبر علیه السلام قل بگوی پیغمبر علیه السلام به این مردم آمینو به ایمان میاری، آمینو ایمان بیاری به قرآن کریم، اولا تؤمنو یا ایمان چی میکنه نمیاری. یعنی اردویش برابر است، هیچ سود و زیانش به قرآن نمیرسه، سود و زیانش به خودتان میرسه. اگر ایمان میآوردی سرفراز میشدی، اگر ایمان نمیاری بدبخت میشه. ان الله یرفع بهذا اقواما و یضع بها آخرین. یک قوم الله بالا میبره، دیگر چی میکنه؟ بله، این احسان الله است که ما شما را توفیق نصیب میکنه در هر رمضان که در پالوی کی بشینیم؟ کتاب الله. و روز خدا، ابتدا و آغاز روز خدا با چی بکنیم؟ با قرآن بکنیم. این بسیار نعمت بزرگی کیست؟ الله. سود زیانی از این با کی مواجه میشه؟ با خودی ما. الله میگه ان الذين اوتوا العلم، یقینا کسانی که برشان علم داده شده، صاحب علم است، من قبله پیش از علم برش داده شده، اذا یتلا علیهم زمانی که تلاوت کرده میشه بالایشان همین قرآن کریم، آنقدر شیفته به قرآن کریم است، آنقدر تاثیر میکنه قرآن کریم سرشان. این علمای حق پرست میگه، مردمایی که واقعا حق پرست است. عبدالله ابن سلام، ورقه ابن نوفل، معیقیب، سلمان فارسی، این مردمایی که سابق علم برش داده شده، زمانی که قرآن سرشان خوانده میشه با تمام چهره سجده برای الله میکنه، خشوع و خضوع و عاجزی میکنه. قرآن در مقابل قرآن خشوع و خضوع میکنه. از او خاطر در وصیت‌های اول من براتون گفتم که قرآن اینطور برش بشینه که بسیار عاجز، تکبر در قلبتون نباشه. اصرف آیات عن چیست؟ عن الذين يتكبرون است. ما آیاتای خدا، فهم آیاتای خدا از او کسایی که تکبر میکنه میگردانم. او مردم هیچ چیز از قرآن یاد نمیگیره. این مردمایی که علم برشتان داده شده من قبلی پیش از نزول قرآن کریم، اذا یتلا زمانی که تلاوت کرده میشه علیهم بالایشان همین قرآن کریم، یخرون میفتن للاذقان، بروی خود به ذقنای خود میفتن، یعنی روی خود در زمین میمانه سجده کنن. و یقولون میگه اول صفتشی بود که با کمال وجودی خود، با کمال عاجزی و خضوع سجده میکنه برای الله خود، برای رب خود. یک صفت، این صفت علمای حق پرست است و همیشه سجده کنان است، به الله تسلیم است، عاجز است. دوم صفتشان و یقولون میگویند سبحان ربنا، تمام پاکی برای پروردگار ماست. ان کان یقینا وعد ربنا، هست پر وعده پروردگار ما، لمفعولا شدنی، حتما در آخر برسه. الله این دین گسترش میده و یقین داره. در این سعی نمیکنه که چند نفر است، چند غلام قطع پیغمبر یک جای شده و علم سابقه دارد، تصدیق میکنه که این دعوت انتشار پیدا میکنه، روز فرا برسه که شرق و غرب در زیر فرمان امی دعوت باشه. چرا؟ به خاطر که او علم سابقه داره. امروزه میتور فکر نکنه این دعوت دین این حق است، این حقی است، در حالت حرکت است، این را مانع کسی شده نمیتونه. پفار روشنی آفتاب از بین بردن نمیتونه. سوم صفت چی داره علما؟ و یخرون للاذقان، میفتن به ذقنای خود، یعنی برویای خود، یبکون، گریان داره زمانی که قرآن کریم میشنوه، و یزیدهم، به شنیدن قرآن کریم زیاد میشه، زیاد میکنه برای از یا خشوع فروتنی از یاره. پس اگر این جاهلا این معجزه علمی قرآن ایمان سرش نمیاره، هیچ غمش نکو. مطالبات معجزای مادی را که در ایسته، معجزایی که چی است مطابق ذهنشان است، هیچ پروایشان نداشته باش. چرا؟ علمای حقانی امی معجزه جاویدانی را تایید میکنه و از امی بهره ای کافی و فایده کافی ها میگیره. همینطور صفات برای ما و شما مناسب است در برابر کتاب الله. کتاب الله مقام و منزلت خیلی عالی داره. هلاکت برای او مردمی که در صف آخر میشینه، زمانی که امام در رکوع میرسه باز میخیزه، گوشم نه اوجا قرار مرکی خدا میکنه و بعد از میره. این در حقیقت منزلت قرآن این مردم نشناخته. الله صفتی علما را به چی کرد؟ که به شنیدن قرآن کریم بر رو میفتن، عاجز میشه برای الله، عاجزی میکنه، گریان میکنه. گریان بری مسجدها را ببینی، ختمای 3 شبه و 4 شبه و 5 شبه داره. در شهدای صالحین توسط بعضی بدبختان ختم 1 شبه میشه.
و افتخارم داره، ایره خوبم میدانه. و پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ کسی که از 3 روز کم قرآن کریم ختم میکنه قرآنش نفهمیده. اگر این عمل خوب می بود رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک شب برای امت خود چی میکرد؟ ختم میکرد. او یا به طریق افتخار جمع میشن ختم یک شب میکنه، یک شب ختم میکنه. یک شب از ساعت 8:30 یا خب به وقت نماز میخوانه شروع کنه، در 3 بجه چی میشه؟ بگوی بند میشه. از 8:30 تا 3 چند ساعت است؟ 3.5 ساعت و 3 ساعت 6.5 ساعت. تقسیم کنی در 30 جز، 30 جز تقسیم کنی که در چقدر وقت خوانده شه؟ 5 سپاره را در چند ساعت خوانده؟ در 1 ساعت. 5 سپاره را در 1 ساعت خوانده، یعنی 5 سپاره یک سپاره را تقریبا در چند دقیقه؟ 12 دقیقه. در 12 دقیقه یک سپاره را خوانده. قطعی از دو رکوع و سجده و ایگپار هم که در 20 رکوعات هم خوانده. محاسبه کنی که توهین قرآن است یا تعظیم قرآن است؟ این توهین قرآن کریم است. قرآن میخوانیم، این برای ما بیان شد. الله صفت علمای حقانی که سابق علم برش داده شده بود او را برای ما بیان کرد که یا در مقابل قرآن فروتن است، عاجز است. قرآن عظمتش میفهمه که چه قسم بکنه. از او خاطر توصیه ما به دوستا است که در تراویح با مجردی که امام الله اکبر میگه شما الله اکبر بگوید، بسیار به کمال عاجزی به خشوع استاد شوی که الله شامل رحمت خود انسان بسازه. این مردما در 3 روز ختمه میکنه، ختما به پول و پیسه که قاری صاحب پول و پیسه گرفته و اینمی قسم یک صفحه اول استاد میشه، 3-4 صفحه دیگه قرار نشسته باشه، باز گری تله میره در پیش چی؟ در رکعت شامل میشه. باز بعد از اون روز آخری این مسجد باز میبینی که میلگاه جور شده، که سعی میکنی که خربوزه است، که تربوز است، که انگور است، که چاکلیت است، که پاکت است، که خزدن است، که دمه بده که دمه بده که حالا قاری صاحب چف کشه. عجیب است، عجیب است. این نمی ختم خودم میلگاه جور میکنه خیر و خلاص مسجد الله را. چی کدی؟ اشکر اختاندی، سری مطلب قرآن فهمیدی؟ این قرآن چی پیام بری تو داشت؟ چی مطلب از این کتاب الله گرفتی؟ آدم آمی 3 مرتبه در ترجمه قرآن کریم شریک شوه انشاءالله ترجمه قرآن یاد میگیره، بالکل یاد میگیره 3 مرتبه. شما امیالی یک هفته شده در ترجمه قرآن آمدی امیالی که قاری صاحب بعضی کلمات بخوان حتما معنیش در ذهنتان میاد. قرآن همینطور برکت داره، همینطور برکت داره. اونجا باز میدونی که قرآن از چی بحث میکنه، چی میگه. الله رحم بکنه. مشرکین مکه یک دو سردارش آمد گفت عجیب است، پیغمبر علیه السلام نماز میخوند در اونجا خود نام الله و رحمان میگرفت، گفت عجیب است. اونجا خودش میگه که یک الله را پرستش میکنم، اینجا 2 تا را گرفته رایسته، الله و رحمان گفته رایسته. پس خودش چیست؟ مشرک است، قائل به دو خداست. الله متعال آیت روان کرد که ډوډۍ خور. این نام متعدد مسما چیست؟ یکی است، یک ذات است، اما نام ها صفت ها متنوع است. الله ام رحمان است، ام رحیم است، ام مالک یوم الدین است، ام رب العالمین است. در این طور مسائل حتی علمای برجسته خطا شدن. علمای اهل سنت که خدا میگیره در صفات الله تاویل میکنه، تاویل همون صفتی که برای الله ثابت است رو برش ثابت نمیکنه، دیگه معنا را میگیره، دیگه مفهوم میگیره، حالان که نه. هر صفتی که در قرآن و در حدیث صحیح برای الله آمده همون رقم برای الله چیست؟ ثابت است. قل ادعوا الله، بگوی پیامبر علیه السلام طلب کن از الله متعال، یعنی طلب کن الله را در وقت حاجات و مشکلات. ادعوا الرحمن، یا طلب کو یا درخواست کو از پروردگاری که رحمان است. اجبا که نداره، به خاطر که مسما یا ذات یکی است، صفتا و ناما متعدد است. ایما تدعو، هر کدامی از این ناما را که تو طلب میکنی، درخواست میکنی از الله متعال مشکلی تا، فله الاسماء الحسنا، برای الله متعال نامای خیلی نیک است. نامای الله نیک به خاطری است که هر نامش معزز دلالت بالای کمال میکنه.
یک حسنا به خاطری برش میگه که اینمی ناما به هیچ کس لیاقت نداره، کسی لیاقت این نام نداره. سی حسنا به خاطری است این ناما که با این وسیله است برای خواستن مقاصد و حاجات. هر کس که میخواه الله متعال اجابت میکنه. از او خاطر در کل قرآن کریم دعاهای انبیاء علیهم السلام توسط چیست؟ اللهم یا ربنا 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 ربنا. نگفته که با گیسوی پیغمبر، با طفیل پیغمبر، برکتی پیغمبر، روی پیغمبر. این گپا قطعا نه در حدیث دیده و نه در آیات قرآن کریم. ولا تجهر بصلاتک. پیغمبر علیه السلام نماز با جهر میخواند، مشرکین خبر میشد. باز نعوذ بالله الله هم دشنام میداد، پیغمبر هم کلام قرآن هم دشنام میداد. الله برای پیغمبری خود میگه نماز قرائتی درمیانه کو. ولا تجهر بصلاتک، خیلی جهر نکو به نمازی خود، یعنی به قرائت خود در نمازهای جاری. ولا تخافت بها، و خیلی پستم نخوان که مقتدیم نشنوه. وابتغی بین ذالک سبیلا، طلب کده بین هر دو سبیلا رای متوسطه، به خاطر که مصلحت فوت نشوه و ضرر هم به کسی نرسه. نه مصلحت فوت شوه و نه ضرر به کسی برسه. این گپ برای کی میگه؟ آمین گویا. آمین گویا را میگه. یکی خو آمین درست نمیگه. آمین همیشه، چون همیشه قرائت خلف الامام میشه. سوره فاتحه را که میخوانی زود آمین گفتن نمیتانی و امام هم باید زود آمین نگویه، کمی تعامل بکنه، توقف بکنه. سکته در بین ولدالین و آمین آمده، از او خاطر همی سکته را بکن. بعد از اون امام آمین بگویه، مقتدی یک دم قتیم الامام یک جای آمین بگویه که آمین مقتدی با آمین امام چی شود؟ موافق شود. در حدیث چی آمده؟ پیغمبر علیه السلام چی فرموده؟ که چیسته الله متعال قبول میکنه دعا را اگر آمین شما موافق آمین کی شود؟ نه. دمی وقت ملائکه هم آمین میگه. خیلی به نرمی، به زمزمه خواب و چیغ نباشه و همچنان یکی پیش و دیگه پس و دیگه پس اینطوریم نباشه. یک با یک حال با مجرد که ولدالین گفت توقف بکنه امام، پس از او امام شروع بکنه، مقتدی از پشت آمین بگویه. کسی که قرائت خلف الامام میکنه و نمیتونه که به امام متصل چی بکنه؟ متصلی ولدالین آمین بگوید. چرا که آیت خام میخونه ولدالین غیر المغضوب علیهم ولدالین، این خو میخونه. از او خاطر آمین به چی بگوید. اسلام همیشه نرای افراط خوش کرده، نرای تفریط، همیشه رای درمیانه را. و قل الحمد لله الذی، سورت ختم میشه الله متعال پس اعاده میکنه اصلی دعوا. کل قرآن کریم دعوای بزرگش توحید الله، یک تا پرستی الله است. و قل بگوی پیغمبر علیه السلام الحمدلله، کل صفتای کمال مخصوص الله متعال است. کل صفتای کمال، هیچ کس تا صفتای کمال امروی الله شریک نیست. هیچ کسم، نه پیغمبر، نه ملک، نه جنی، نه انسی، نه ولی، نه ملنگ، نه بابا، نه خونزاده، نه گلزاده، هیچ کدامشان شریک نیست. این صفاتی کمال خاص برای الله است. کی جواب داده میتونه؟ صفات کمال کدام میگه؟ امو صفاتی که در قرآن و در حدیث صحیح الله برای خود چی کرده؟ ثابت کرده. مرجع تمام صفات کمال با چند صفت میشه؟ دو صفت. یک صفتی چی؟ قدرت تکوین و کارسازی، دیگه علم محیط است. ماشاءالله. الذی، همون ذاتی که لم یتخذ ولدا، نگرفته ولد برای خود. ولد برای خود نگرفته. چرا؟ گرفتن ولد دلیل بالای چیست؟ بگویم محتاجی است که آدم احتیاجات خود آدم ثابت میکنه. اولاد به خاطر آدم میگیره که میگه بان مال میراث نشوه، بان قطمه کار و روزگار پیش ببره، پشتیوانم باشه. جنگ و جدل که میشه این در پشتیوانیم بیا. ولم یکن له شریک، نیست امرای الله متعال کسی ایسادار. چرا؟ اگر شریک داشته باشه باز خود دلیل بالای چیست؟ ناتوانیست که این کار مکمل خودش پیش برده نمیتونه، در حالی که الله صمد و غنی است، بالکل صمد است، با هیچ کس نیست برای از شریک فی الملک در پادشاهی. نظام انتظامی پادشاهی را الله به تنهایی خود پیش میبره، ضرورت به کسی نداره. پس رفع شد، نفی شد. و کسایی که عقیده داره که هر گوشه زمین یک غوث بری خود داره، قطب بری خود داره، این تقسیمات شده، ابدال داره.
امشب میگه خیلی گرپس بود، خیلی گرپس بود. چی بود؟ ابدال تیر شدن، ابدال. در کجا تیر شدن؟ چی میگه اینا؟ شیخ سه؟ گذر بود میگه، گذر. گذر بود، ابدال تیر شد. سرزمین ها را کلش تقسیم کرده. یک کتاب سابق مچم در یادتان است به نام 4 کتاب بخارا. کتاب اهل تشیع بود، در اهل تسنن آورده بود یا میخواندن شد به نام چی؟ 4 کتاب بخارا. چی نوشته کرده بود؟ سه شنبه لباس بپوشی طور میشه، چهارشنبه بپوشی طور میشه، سه شنبه جما بکنی اولاد 6 ناخونه میبره، چهارشنبه چیزای واهیات بود که پرسان نکن. اونجا پیرا را تقسیم کرده بود که چند قسم پیر است. یک پیر سرتراش هم سلمان هم پیر جور کرده بود. خدا او جمله پیرا گفته بود که پیرای هست که سرزمین الله در اختیارشان است. تعالی را مردم کابل ما عاشقان عارفان چی میگه؟ اختیارداری کابل میدانه. بس در کابل اگر قیمتی میشه اگر رزانی میشه این نسبت شبکی میکنه. غم نکو، این کابل و ایران نمیشه، این وطن مرداست. مردا خبر داری؟ این وطن مرداست. اینجا کی خواست؟ عاشقان عارفان خواست. نمیمانه که تور و ایران شود، نمیمانه. الله میگه در تمام چلش نظام خود کس با امر الله شریک نیست، قطعا شریک نیست. این عقیده چیست؟ شرک است، قطعا شرک است. دیگه چی میگه؟ ولم یکن له ولی، نیست امرای الله یاور، کسی که امداد الله را بکنه کارساز باشه. من الذل، از ناتوانی و عاجزی، به خاطر عاجزی کدام یاور و کارساز نداره الله متعال. چرا اگر این را داشته باشد دلیل بالای چیست؟ عاجزی و ناتوانی است که این عاجز است، ناتوان است. باز نسبت عیب به کی میشه؟ الله متعال. اونجا ما گفته بودیم الحمدلله وقتی که گپا ثابت شد که الله متعال کل صفتای کمال برای الله است. الله نه اولاد گرفته، نه شریک داره در نظام و اختیار پاچایی خود، و نه به کسی ضرورت داره، هیچ کدام نداره. پس وقتی که طور است الله برات امر میکنه و کبره تکبیرا، بزرگی و عظمت الله را بیان کو. تکبیرا به بزرگی که مناسب شان کی باشه؟ الله متعال باشه. الله را به اون بزرگی یاد کو که لایق شان الله متعال. باید تعظیم الله کرده شود به خاطر کل صفات کمال برای الله متعال است. سر آیات دلیل بالای صدق نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم. آخر سورت چی میشه؟ پس مسئله توحید الله تازه کرد و گفت که کل صفاتای کمال برای الله است. که برای الله است. الله قدرت داره که پیغمبر خودم در کجا برده باشه؟ در معراج برده باشه. پس کسی که را انکار میکنه اصلا الله را قبول نداره.